دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قرار با هم گردشی داشته باشیم در غروب بندر انزلی. امروز یک شنبه 20 آبان ماه و ساعت حدود 6 غروبه. و دم زدن در غروب شهرهای شمالی حس و حال خودش رو داره، که البته در شهرهای بزرگ و توریستی مثل رشت و لاهیجان این جنب و جوش بیشتر حس میشه. در فصلهای سرد سال به خاطر سردی هوا و کوتاه بودن روز جمعیت و شلوغی به سرعت کم میشه. به خاطر همین خلوتی انزلی رو در این ولاگ حس خواهید کرد. به درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم ولاگی از قدم زدن در غروب بندر انزلی رو هم ضبط کنیم. در این ولاگ ما به مرکز شهر انزلی، یعنی همون میدان امام، شنبه بازار، پل انزلی، خیابان مطهری و خیابان سپه که به تازگی سنگفرش شده و به پیاده رو تبدیل شده سری خواهیم زد. شهر انزلی که پیش از انقلاب بندر پهلوی نام داشت، یکی از مهمترین شهرهای گردشگری، اقتصادی و ورزشی ایرانه. جاهای دیدنی این شهر مثل موشکنها، پارک بولوار، کاخ موزه، منطقه آزاد به همراه آکواریوم، تالاب زیبای انزلی و بسیاری از جاهای دیدنی دیگه است. باشگاه بزرگ ملوان انزلی هم که نیاز به معرفی نداره. این شهر بعد از رشت بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر استان گیلان هم هست. پرباران‌ترین شهر کشور هم یکی دیگه از ویژگی‌های این شهر زیباست. ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی این شهر و بازار محلی رو در کانال قرار دادیم که میتونیم با مراجعه به پلیلیست شهر انزلی به اونها دسترسی داشته باشیم. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزی ما هم آموزش غذاهای گیلانی در محیط روستایی رو برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانالمون هم در قسمت توضیحات قرار دادیم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
2012. جان جواد
دور بزن بیا دور بزن بیا Vallahi